سلولای بچه تا آخر عمر تو بدن مادر میمونه. حتی مادر برای ترمیم بعضی از زخماش از همون استفاده میکنه. مغز مادر بعد از بارداری تغییر شکل میده. اسکنر مغزی نشون میدن بخشی از مغز مادر کوچیک‌تر میشن تا تمرکزش روی شناخت احساسات و نیازهای بچه بیشتر شه. وقتی مادر به بچهش نگاه میکنه هورمونا شبیه کسی میشه که عاشق شده. این آخریش خیلی جالبه واقعا. نوشته مادر هنگام فکر کردن به خطر برای بچهش فعالسازی مغزی شدیدتری داره تا فکر کردن خطر برای خودش. حق والدین شنیدین؟ واقعیه. شوخی نداره اصلا. یعنی اگه من یه رفتاری بکنم که قلب مامانمو به درد بیارم، مادر سمبوله، مادر زمینه، مادر طبیعته، مادر هستیه. مادر که فقط مامان من نیست که. مادر سمبوله، مادر یک معناست، یک مفهومه، یک ادراکه، یک ارتباطه، قلبه. نه فقط مامان شما.